کسایی که در افغانستان زندگی میکنن، در ایران زندگی میکنن، در ترکیه زندگی میکنن، در پاکستان زندگی میکنن، خلاصه در هر کشوری که زندگی میکنه، میخواه بره کانادا، چانس از دست ندین. چانس است. میشه که نامتان برای ثبت نام کنین، مشکل نداره. کانادا بیش از 1,000,000 مهاجر میپذیرد. چی رقم ثبت نام کنین ما براتون میگم. ما لینکش براتون میدم، لینک رسمی خودشه که به حساب مهاجرت میخواین برین ثبت نام کنین یا به حساب کار میخواین ثبت نام کنین، با بیش از 1,000,000 مهاجر ضرورت داره تا سال 2025. بیاین که براتون طریقش بگویم. چه قسمی لینک پیدا کنین؟ بیاین در اکانت تیک تاک ما، وقتی که اکانت تیک تاک ما را باز کردین، اول ما را فالو کنین، بعد از این قسمت که اینستاگرام میبینین اینجا کلیک کنین، دو گزینه باز میشه، گزینه یوتیوب و اینستاگرام. برین داخل اینستاگرام، یعنی بالای اینستاگرام کلیک کنین. وقتی که اونجا کلیک کردین اینستاگرام ما باز میشه. بیاین اینستاگرام ما را فالو کنین از خیرتان. بعد از او باز بالای اکانت عکس مکس اینجا کلیک کنین، استوری کردیم. اینجا که استوری را کلیک کنین سعی کنم نشان میدم. اینا استوری باز میشه. سعی کنین این قسمت لینک رسمی، لینک رسمی خود کاناداست. خود کانادا اینجا کلیک میکنین، ببینید کلیک کردیم، یک جای میریم یک جای میبینیم. دینی بالای بالا بیرق کانادا است. دین پولیش نشته است Government of Canada. بالای ازو کلیک میکنین. وقتی کلیک کردین این صفحه باز میشه. ببینین صفحه را باز بالا کش کنین که اینی قسمت ها، اینی چیزا، اینی آپشن ها تمامش معلوم میشه که شما به خاطر مهاجرت یا سیتیزنشاپ میایین یا به خاطر وظیفه میایین یا کدام بخش دیگه. شما به نظر من به حساب وظیفه شما اپلای کنین یا ثبت نام کنین، چانستان یک بار امتحان کنین، میشه که براتون هیچ مشکلی نیست. خیلی متوجه باشین، چانستان یک بار امتحان کنین. این سایت رسمی خود حکومت کاناداست، یکی او خلاص وطن دار. این ویدیو را بر فامیلایتان، بر دوستایتان، بر کسایی که میشناسین روان کنین. اگر چانس شما یاری نکرد، میشه که از اونا برای بخیلی نکنین. روان کنین بر دوستایتان.